به نام خدا، من دکتر موسوی هستم. در این ویدیو سوالات هوش و استعداد معلمی گروه علوم انسانی کنکور 1404 رو با هم تحلیل می‌کنیم. سوال 188, 189 و 190 مربوط به متن بالاست. گفته امین 4 مهره یکسان با رنگ‌های آبی، سبز و قرمز دارد. او می‌خواهد این مهره‌ها را در 4 جایگاه به شماره‌های 1 تا 4 طوری قرار دهد که هیچ دو مهره با رنگ مشابه کنار هم قرار نگیرند. محدودیت زیر در خصوص نحوه قرارگیری مهره‌ها وجود دارد. مهره سبز دقیقاً بین دو مهره با رنگ‌های متفاوت قرار دارد. خب، سوال 188 میگه اگر مهره اول آبی باشد، مهره چهارم رنگش چیست؟ خب، اگر مهره اول رو آبی در نظر بگیریم، مهره بعدی یا سبز یا قرمز. اگر سبز باشه اینجا باید بشه قرمز و اگر قرمز باشه اینجا میشه سبز و خود به خود اینجا باید بشه آبی و بنابراین گزینه 1 درسته. 189 اگر رنگ دو مهره قرمز باشد، جایگاه این دو مهره کدام است؟ خب، اگر به نکاتی که گفته توجه کنید، رنگ قرمز اگر اینجا باشه اولی، اینجا نمیتونه باشه، اینجا هم نمیتونه باشه، اینجا قرمز خواهد شد. ولی خب حالا این حالت رو هم در نظر بگیریم که اگر مثلا قرمز اینجا قرار بگیره، اون موقع اون قرمز بعدی کجا قرار خواهد گرفت که اینجاها که نمیتونه باشه، اینجا هم نیست. بنابراین این حالت رخ نخواهد داد و گزینه 2 درسته. 190 میگه اگر مهره سوم سبز باشد، کدام مورد به طور قطع صحیحه؟ خب، مهره سوم اگر سبز باشه، اون موقع اینجا اگر آبی باشه، اینجا حتما قرمزه و اینجا هم حتما قرمز خواهد شد. اگر اینجا قرمز میشد، اینجاها آبی بود. بنابراین دو مهره‌ای که همرنگه جایگاهشون در گزینه 4 مشخص میشه، مشابه 1 و 4. خب، سوال بعدی 191 به جای علامت سوال کدام عدد باید قرار بگیرد؟ اگر توجه کنید، خب مجموع اینها، این سه تا 15، مجموع اینها 15. به صورت ستونی هم نگاه کنید، باز 15، اینم 15. خب، به نظر میرسه که ستون سوم و سطر دوم هم بشه 15 که علامت سوال در این صورت میشه 9 و گزینه 3 درسته. خب، 192 یک زنگ هر 8 دقیقه و یک بوق هر 12 دقیقه به صدا در می آیند. اگر هر دو همزمان در ساعت 16 به صدا در آیند، در کدام یک از زمانهای زیر هر دو همزمان به صدا در می آیند؟ خب، در این نوع مسئله ها ما باید کوچکترین مضرب مشترک این اعداد رو به دست بیاریم. کمم 8 و 12 24. حالا با فاصله های 24 اگر ما جلو بریم از ساعت 16، باید یکی از این عددها رو داشته باشیم. 16 به 16 و 24، از 24 بهش اضافه کنید میشه 48. 24 بهش اضافه کنید میشه 17 و 12. 24 بهش اضافه کنید میشه 17 و
36 و 24 بهش اضافه کنید میشه 17 و میشه 18. خب و گزینه 1 درسته. خب سوال 193 میگه نیلوفر پس از 4 روز دست از کار میکشد و بقیه کار را مهسا در 9 روز انجام میدهد. اگر 10 روز طول میکشید که مهسا این کار را به تنهایی انجام دهد، نیلوفر و مهسا با هم این کار را در چند روز انجام میدهند؟ خب توجه میکنیم که نیلوفر در 4 روز و ما بقیه کار توسط مهسا در 9 روز انجام میشه. اگر مهسا کار رو به تنهایی انجام میداد در 10 روز انجام میداد. بنابراین کاری که نیلوفر در 4 روز انجام داده مهسا در 1 روز انجام میداد. بنابراین سرعت مهسا 4 برابر سرعت نیلوفره. و وقتی مهسا در 10 روز انجام میده، در 1 روز 1/10 کار رو انجام میده. مهسا همچون نیلوفر همچون سرعتش 1/4 سرعت مهساه، بنابراین این هم در 1 روز 1/40 کار رو انجام میده. بنابراین از اینجا نتیجه میگیریم که این مخرج مشترک بگیریم میشه 5/40 و این هم میشه 1/8. بنابراین اگر هر دو اینها با هم کار رو بخوان انجام بدن در 8 روز تمام میکنند. 194 سن امین در 8 سال قبل 4 برابر سن پسرش بوده. سن امین رو اگر سن پسرش رو به سن فعلیشون رو در نظر بگیریم، 8 سال پیش سن امین میشد منهای 8 و 4 برابر سن پسرش میشد، یعنی به منهای 8. این سن امینه، این هم سن پسرش. خب 8 سال بعد سن امین میشه به اضافه 8 2 برابر سن پسرش میشه. خب از اینجا برابر میشه با 4 به منهای 24 و از اینجا هم برابر میشه با 2 به اضافه 8. حالا اینها رو با هم در نظر بگیرید. 2 به علاوه 8 برابر 4 به منهای 24 میشه که از اینجا 2 به برابر 32 و بهتون برابر 16 میشه و در نتیجه آیتون هم برابر میشه با 2 ضرب در 16 32 به اضافه 40 میشه. حاصل جمع سن اینها رو خواسته. به اضافه ب برابر میشه با 56 و گزینه 2 درسته. خب سوال بعدی میگه که در سوال 195 حالا خب 2 تا ستون داده به ما. بعد میگه اگر مقدار ستون الف بزرگتر باشه در پاسخنامه گزینه 1، مقدار ستون ب بزرگتر باشه گزینه 2 با هم برابر باشه 3 و اگر نتوان رابطه‌ای برقرار کرد گزینه 4. خب و ب 2 عدد 2 رقمی هستند. چون هیچ رابطه‌ای بین و ب وجود نداره ما نمیدونیم بزرگتره یا ب بزرگتره یا با هم برابرن. وقتی یک عددی هم بهشون اضافه میشه باز وضعیت به همین ترتیب میمونه، یعنی ما در مورد الف و ب هیچ نظری نمیتونیم بدیم. بنابراین گزینه 4 درست خواهد شد. خب کدام شکل تقارن یافته شکل روبرو هست نسبت به نقطه داده شده؟ خب ما نسبت به نقطه داده شده باید تقارن رو به این صورت حساب بکنیم. خب یعنی تقارن ها به این شکل خواهد بود. این میفته اینجا، بنابراین این هم میفته به صورت متقارن نگاه کنید میفته این قسمت. بنابراین گزینه 3 درسته. 197 در تساوی دوم همان ارتباطی برقرار است که در تساوی اول برقراره. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم که این تساوی اول به چه صورتیه. اگر خوب نگاه کنید مثل این هست که این شکل رو منطبق کرده روی این شکل.
اون قسمت هایی که تیره هست از هر دو شکل در شکل سوم دیده میشه. اگر نگاه کنید خب اینا دقیقا جاهای تیره هست که در شکل سوم هم دیده میشه. بعد به همین ترتیب، ولی خب قسمت های سفید هم سفید میمونه. بنابراین حالا اگر بخواید این جمع رو حساب بکنید باید در شکل حالا علامت سوال این قسمت هم باید تیره باشه. بعد اینجا هم که تیره هست، اینجا هم که به همین، یعنی اگر اینجا تیره باشه کافیه و بنابراین گزینه 2 درسته. خب 198 از چپ به راست الگوها با قاعده خاصی تغییر می کنند. کدام مورد به جای علامت سوال قرار می گیرد؟ خب این شکل حالا به اندازه 1 گام به عقب برمیگرده و دور میزنه، از اونور بیرون میاد. خب در مرحله دوم میاد اینجا، در مرحله سوم میاد این قسمت، در مرحله چهارم باید اینجا باشه. بنابراین گزینه های 1 و 2 رد میشن. خب این به چه شکلیه؟ این میفته اینجا در شکل دوم، بعد به صورت عمودی در میاد، باید دوباره اینجا بیفته این قسمت. بنابراین باید به این شکل باشه که این در گزینه 4 دیده میشه. و 197 خب میگه از چپ به راست الگوها با قاعده مشترکی تغییر میکنن. کدام مورد به جای علامت سوال قرار میگیرد؟ خب اگر توجه کنید این قسمت به صورت دوری دور میزنه، به صورت حالا هر شکل به 1 گام دور میزنه و در مرحله بعدی در جای بعدی قرار میگیره. خب اگر حالا دوری این قسمت رو در نظر بگیرید، این باید بیاد برسه به اینجا، یعنی این قسمت مثلث سفیده که در تمامی گزینه‌ها این وضعیت دیده میشه. بعد این باید بیاد اینجا، اینم به همین ترتیب، اینم دقیقاً به همین شکل باید بیاد برسه به اینجا و این هم برسه به این قسمت. و میبینیم که در تمامی گزینه‌ها این وضعیت هست. حالا نگاه کنیم به وضعیت این دایره ها. این دایره ها اگر توجه کنید 90 درجه میچرخن به این صورت در میان، دوباره 90 درجه میچرخن به این صورت. باید 90 درجه بچرخه و به این صورت در بیاد که این در شکل شماره 2 دیده میشه. و نهایتا سوال 200 کدام الگو باید به جای علامت سوال قرار بگیرد؟ اگر توجه کنید من اینجا یه دسته‌بندی انجام میدم، یه دونه بالا یه دونه پایین. در این دسته‌بندی هم 2 تا بالا 2 تا بالا 2 تا پایین، یعنی 2 تا از این دارید 2 تا از این. در دسته‌بندی بعدی خب ستایی ها باید ظاهر بشن. خب یعنی این ستا و حالا این قسمت باید پایین باشه، 3 تا پایین و مرحله بعد هم باید 3 تا بالا قرار بگیره. بنابراین گزینه 1 درسته.